الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سلام فرزند مهاجر و مجاهدتان است. واقعا مادر قلب نرم و مهربان دارد. میدانم که برایم جگرخون هستید مادر جان. شاید گویید چرا فرزندم مرا ترک کرد و یا گویید که در فریب کسی افتاده باشد. بله مادر جان، خیلی سخت و دشوار است، اما راه دیگری نبود برایم. زیرا هنگام توحید را آموختم و قرآن را با تدبر خواندم، دریافتم که الله برایم دستور بر جهاد کرد و فرمود در سوره بقره آیه 216: فرض شد بر شما جهاد در حالی که ناخوشایند است شما را، و چی بسا ناخوشایند باشد بر شما چیزی که به خیر شما است، و چی بسا دوست دارید چیزی را که به شر شما باشد. الله میداند و شما نمیدانید. و نیز در سوره توبه آیه 20 میفرماید: و آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله با مال خویش و جان خویش درجه بزرگ دارند نزد الله و این جماعت کامیابند. و الله سبحانه و تعالی در سوره صف آیه 4 میفرماید: هر آینه الله دوست می دارد آنانی را که جنگ می کنند در راه الله صف زده، گویی که آنان عمارت های هستند محکم با یکدیگر چسبیده. ای مادر، برایم خیلی ارزش داری و زیاد دوستت می دارم، اما سخن الله بالا و ارزشمندتر از سخنان شماست. زیرا الله در سوره توبه آیه 24 می فرماید: بگو اگر هستند پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما و خویشاوندان شما و آن مالی که کسب کرده اید آن را و تجارتی که می ترسید از بی‌رواجی آن و منزل هایی که دوست می دارید آن را دوست داشته تر باشد از الله و رسول او و از جهاد در راه او، پس منتظر باشید تا آنکه بیارد الله عقوبت خود را و الله نمی کند هدایت قوم فاسق را. ای مادر، از روز ترس و هراس دارم که برادر از برادر، فرزند از مادر و پدر از پسر فرار می کند، چگونه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: و بترسید از روزی که کفایت نکند کسی از کسی چیزی را و پذیرفتن نشود از کسی بدل و سود ندهد او را شفاعت و نه ایشان یاری داده شود. ای مادر، طعنه خویش و یا همسایه ها مایوست نکند، زیرا فرزند تو برای عیش و نوش دنیا شما را ترک نکرده است و نه در راه خطا و یا فسق و فساد است که غمگین و دلسرد شوی. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 139 میفرماید: و سوس مشوید و اندوهناک مشوید و شماید غالب اگر مؤمن هستید. ای مادر، فرزند تو برای نصرت دین الله شما را ترک کرده است و در جهاد بر ضد یهود و نصارا و بر ضد مشرکین و مرتدین و کافران عالم قتال میکند. ای مادر جان، مراتبه آخر که شنیدم که بیمار هستید و پایتان افگار است، خیلی غمگین شدم. ای مادر، صبر کن و دعا کن و از الله شفا طلب کن و به الله دعا میکنم که برایت شفا بدهد، که جز الله هیچ کمک کننده و شفا دهنده نیست. مادر جان، آرزویت بود که من صاحب همسر شوم، یعنی خوشبختی مرا میخواستی، پس بشارت میدهم به تو ای مادر که الله برایم وعده 72 تا حور یعنی زنان سیاه چشم آماده کرده است که از شدت زیبایی گویی که مرواردهای درخشانند و آنقدر خوشبویند که اگر از کم بویشان به دنیا بیاید زمین و آسمان خوشبوی می شود و اگر یک ناخونشان در دنیا نمایان شود زمین و آسمان روشن می گردد و هیچ چشم او را ندیده و نگاه آنها تنها بر شوهرانشان می باشند و دوستدار شوهران خویشند. پس این از کامیابی و خوشبختی. اگر خونم بریزد بوی مشک خواهد کرد بدان، سرم گر بر زمین افتد حور و نعیم می دارد بدان. بگوید دستانش قد بود کسی تو را آورد به این حال، سر و رویم پر از خاک و چنگ پاکیزه می دارد بدان.
کفن بر من نخواهد بود، لباس خود بس است ما را. اگر جانم از حلق براید، لذت دارد سخت نیست ما را. اگر آن روز آمد که بر خاک و خون افتادم، نشان نیست از قدرم و من غسل نخواهد بود، خون خود بس است ما را. ای مادر، در جنت تخت‌های است از طلا و نوجوانان زیباروی در خدمتند و در دستانشان شراب، میوه و طعام و از گوشت پرنده. با رفیقانمان رو در رو در تخت‌ها نشسته‌ایم و قصه میکنیم. از آن روزی میخوریم و مینوشیم. نظر به سوره واقعه کنید. و قصرهایی که الله برایمان آماده کرده است، بعضی از آنها را بینی که در درون مروارید ساخته شدند و بعضی دیگر در داخل زمرد ساخته شدند و بعضی دیگر از طلا و بعضی دیگرش از نقره. ای مادر جان، واقعا دنیا برای مؤمن زندان است. زمان مطالعه میکنی که الله برایمان چی آماده کرده است در جنت، دنیا برایت زندان وانمود می شود. بله مادر جان، اذیت و آزاری که میبینی از جانب مردم، صبور باش و برایم غمگین مباش و اشک مریز و خجالت مباش، بلکه برای عمک‌هایم و پدرم غمگین شو و اشک بریز، زیرا آنان از قافله مردان عقب ماندند. و هرگاه کسی طعن کرد به تو، بگو شفاعت کننده در قیامت دارم. و وصیتم برایت ای مادر، در نماز پابند باش، زیرا نماز اصل ایمان و اسلام است و به نخواندن آن اصل ایمان از بین می رود. و خواهران و برادرم را توحید را بیاموز و از شرک و کفر بری و پاک باش تا روز قیامت به اذن الله شفاعتم به شما برسد. فرزند شما از دیار خراسان. به طاعت پیش رب بکوش و بندگی کن، به کفر و شرک و بدعت رزمندگی کن. آسیوار بحر جوار در جنتش جان سپار باش، سمیه الگوی تو بحر شهادت زندگی کن. مریز اشکت به گریه از ره دور، مکن خم قامتت کاسه دل از غمم پر. شهید خراسان روحش سوار جوش تیر خزان شد، جسد روی زمین خود به زیر عرش مأوا شد. نسیم شوق اندر خونم به مشامت ببرد، ز دنبالش خبر شهادتم پس بامت ببرد. مگو گلی نشکفته بیرون ز در باغ و بستان شد، بلبل امیدم در باغ ز فراقش نالان شد. در ببند بروخ تعزیه گو، بگو شهید مرده مگو. در ببند بروخ تعزیه گو، بگو شهید مرده مگو. کشته ما زنده است، نسع قرآن است بگو.